ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. 28 ноябри соли 2024 дар шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон ҳамоиши шӯрои амнияти дастҷамъӣ созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ баргузор гардид ки дар кори он президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. 28 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон برای اشتراک در همایش نوبتی شورای امنیت دستجمعی سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی وارد شهر آستانه جمهوری قزاقستان شدند. در فرودگاه بین‌المللی به نام نورسلطان نظربایف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را سروزیر جمهوری قزاقستان اولژاس بکتنوف و دیگر نمایندگان والامقام گرم و صمیمی استقبال گرفتند. با استقبال مهمان عالی قدر میدان فرودگاه با پرچم‌های دولتی آرا یافته قراول فخری صف آراسته بود. بیست و هشتم نوامبر سال 2024 در شهر آستانه جمهوری قزاقستان همایش شورای امنیت دستجمعی سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی برگزار گردید که در کار آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اشتراک و سخنرانی نمودند. در کار جلسه همچنین رهبران بلاروس، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و دبیر کل سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی اشتراک نمودند. در جلسه نوبتی شورای امنیت دستجمعی مسائل وابسته به وضع نظامی و سیاسی جهان و منطقه های امنیت دستجمعی، تحکیم همکاری در دایره سازمان و دورنمای رشد نظام امنیت دستجمعی، اینچنین رفت آمادگی ها به تجلیل مشترک 80 سالگی غلبه مورد بررسی قرار داده شد. سران دولت ها وابسته به راه‌های تحکیم و گسترش همکاری در دایره سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی، رابطه ها با دیگر سازمان های منطقوی و جهانی و نقشه چاره‌بینی های سازمان در سال 2025 تبادل افکار نمودند. سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در آغاز سخنرانی با پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم ژامرت توقایف برای استقبال صمیمی و سطح بلند تشکیل چاره‌بینی اظهار سپاس نمودند. سرور دولت ما توجه اشتراکداران جلسه را به تاثیر منفی شدتیابی وضع حربی سیاسی منطقه و جهان به کشورهای اعضای سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی جلب نموده اظهار داشتند که همه مسائل های روزنامه امروزه واقعیت کنونی را انعکاس می نمایند و ما جانبدار قبول قرارهای مناسب دایر به آنها می باشیم. در ادامه محترم امامعلی رحمان برای دستگیری از تصمیم درباره تصدیق برنامه بین دولتی هدفمند سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی عاید به تحکیم مرز تاجیکستان و افغانستان اظهار سپاس نمودند. در فراورد سخن سرور دولت ما برای ریاست آینده جمهوری قرقیزستان در سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی خواهان برار و کامیابی شده اظهار داشتند که جمهوری تاجیکستان به کار مشترک باثمر با کشور همسایه آماده است و جهت اجرای نقشه‌های برای دوره ریاست معین شده همه جانبه مساعدت خواهد کرد. در انجام جلسه سران دولت‌ها یک قطار سندها از جمله اعلامیه شورای امنیت دستجمعی سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی قرار درباره تصدیق برنامه هدفمند بین دولتی سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی عاید به تحکیم مرز تاجیکستان و افغانستان و غیره را به امضا رسانیدند. در شهر ترسونزاده جلسه سیار شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید که مسئله محوری آن بهتر نمودن فعالیت شورای جمعیتی در شهر و ناحیه‌های ترسونزاده، حصار، وحدت، رودکی، ورزاب و شهر نو بود. گزارش همکاران ما. جلسه سیار شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان در شهر ترسونزاده در موضوع تربیت و تندرستی و تشکل خودشناسی جوانان در جامعه دایر گردید. حاضرین سیاست سازنده و با برای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را اساس پیشرفت و ترقیات وطن و تشکل معنوی و کسبی جوانان معنی داد نمودند. قبول تشبس‌های رهبر دولت از جانب جامعه جهان، پذیرفته شدن جشن‌های ملی تاجیکان همچون نمونه برای رشد معنوی عالمیان و افزونشوی نفوذ تاجیکستان در
عرصه بین المللی افتخارمندی و شکرگزاری نسل امروز را از دولتداری ملی دوچند گردانیده است. مقصد اساسی برگزاری جلسه این در ضمیر جوانان بیدار نمودن احساس وطنداری، احترام به وطن، مادر، اهل جامعه، کلانسالان و احترام به ارزش‌های دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. شرایط کنونی جهان نگران کننده بوده. در صورت پس بودن فهمش این روند میتواند در مفکوره هر فرد تاثیر بد رساند. این مرحله حساس از هر شخص وطندوست و خویشتنشناس تقاضا دارد که با درک مسئولیت دوچند شهروندی در آبادی میهن و حفظ دستاوردهای استقلالی دولتی سهمگذار باشد. زیرا زندگی پرسعادت، آسودگی هر عائله و پیشرفت جامعه از تنجی و آرامی و استقلال دولتی وابستگی دارد. از این لحاظ جوانان را ضرور است که از شرایط فراهم آورده دولت و حکومت به موارد استفاده نمایند و علم و کسب‌های معاصر را از خود کرده در پیشرفت دیار نقش نمونوی گذارند. معرفت و دانش بلند، رسیدن به قدر وطن، گرامی داشتن وحدت و آرامی و سهمگذاری در آبادی تاجیکستان از خرد ازلی ملت کهن بنیادی تاجیک منشأ میگیرد. قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطن‌دوستی شهروندان در جمهوری تاجیکستان، قبول گردیدن برنامه دولتی تربیت وطن‌دوستی، احساس مسئولیت شهروندی و تحکیم هویت ملی جوانان در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2023-2027 از آن گواهی می‌دهد که امروز در دایره نقشه چاره‌بینی‌های برنامه‌های مذکور، استراتژی‌ها و یک زمره برنامه‌های مکمل دولتی نقش و مقام جوانان باز هم بلند برداشته شود و این نسل آینده جامعه در ضمیر خود، در قلب خود، در فکر و اندیشه و تفکر خود بیشتر اندیشه سالم، اندیشه وطنداری، هویت ملی، حسی بلند خودشناسی و وطندوستی داشته باشد. همچنین در جلسه شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان رئیسان شوراهای جمعیتی شهر و ناحیه‌های ترسونزاده، حصار، وحدت، رودکی، ورزاب و شهرینو اساس دستگیری جوانان و افزونشوی دستاوردهای این قشر آینده‌ساز جامعه را در سالهای استقلال دولتی با سیاست سازنده و با برای راهبری دولت مربوط دانستند. وابسته به حالت کنونی جهان بهتر نمودن فعالیت شوراهای جمعیتی شهر و ناحیه‌ها ضرور دانسته شد. در اطراف سیاست راهبری دولت متحد شدند، رسیدن به قدر استقلال دولتی، آرامی سرتاسری و سرجمعانه مهنت نمودن به خاطر آینده نیک، سعادت هر عائله را افزون و دستاوردهای وطن را دوچند می‌گرداند. صنعت کنونی با سرعت مملکت هدف چهارم استراتژی بوده برای تأمین استواری اقتصادیات ملی و تأسیس جایهای نو کاری، اینچنین بلند برداشتن اقتدار صادراتی جمهوری مساعدت می‌کند. جهت تطبیق همه‌جانبه این هدف استراتژی در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز کارگاه و کارخانه‌های استحصالی بنیاد گردیده، ساکنان با کار دائمی تأمین گردیده ایستاده‌اند. معلومات بیشتر در گزارش نوبتی. در دوره اعلان گردیدن صنعت‌کنونی با سرعت مملکت هدف چهارم ملی از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در قطار دیگر منطقه‌های کشور در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز با سهم صاحبکاران محلی کارخانه و کارگاه‌های استحصالی ساخته مورد بهره برداری قرار داده شدند. کارخانه کارکرد سنگ جمعیت دارای مسئولیتش محدود پامیرستان با نام سنگ‌های بدخشان در دایره سفر کاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر خاروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان مورد فعالیت قرار گرفت. حالا زیاده از 30 نفر کارمندان با معاش خوب و جای کار دائمی تامین می‌باشند. مورد به ذکر است که برای کارکرد سنگ در کارخانه تکنولوژی ضروری از جمهوری مردمی چین نصب شده. از روی لایحه اقتدار کارخانه در یک سال 1000 متر مربع محصولات سنگ می باشد. باید گفت که در آینده نزدیک طبق نقشه در کارخانه شماره کارگران تا به 100 نفر خواهد رسید. کارکرد سنگ‌های بدخشان جمعیت دارای محصولات معدود پامیرستان از ماه اکتبر سال روان با فعالیت آغاز نموده زیاده از 30 نفر کارمندان فعالیت نموده ایستادند. در کارخانه این زمان از جانب متخصصان و کارمندان زیاده از 15 نمود سنگ کارکرد شده ایستاده است. در آینده نیت داریم تعداد کارمندان را زیاد نموده فعالیت کارخانه را بهتر و خوبتر نماییم. لازم به یادآوری است که در شرایط امروزه برای ساختمان انشاء تعینات گوناگون توجه به محصولات و سنگ زیاد می باشد. از این رو با دستگیری حکومت کشور شماره چنین کارخانه ها در حدود ولایت زیاد خواهد گردید. این
ҳамзамон дар корхона зиёда аз 15 намуди сангкоркард гардида дар бозори дохилӣ аллакай ҷойгоҳи намоён касб намудааст. ман Худайберди Фарген аз ноҳияи Мурғоб деҳаи Қаракӯл ҳастам ва ман имрӯз бисёр хушҳол ҳастам ки дар корхонаи коргарди санг дар шаҳри Хорух кор карда истодам ва маош хуб мегирам. ба муҳтарам пешвои миллат миннатдории худро мерасонам ки чунин шароитҳоро ба мо муайён намуданд. саноаткунонии босуръати мамлакат яъне бунёди корхонаҳои саноатӣ ва инфраструктури соҳа барои боз ҳам баланд бардоштани некуаҳволии шаҳрвандони кишвар шароити воқеӣ фароҳам меорад. бо дар назардошти ҳамаи ин омилҳо саноатчиёни мамлакат иқдоми наҷиби сарвари давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар ин самт сармашқи вазифаҳои аввалин дараҷаи худ барои фаъолияти пурсамари минбаъдаи хеш қарор доранд. зеро саноат яке аз соҳаҳои калидии иқтисоди мамлакат ва тавлидкунандаи асосии неъматҳои моддӣ ба ҳисоб рафта рушди он ба пешрафти бахшҳои дигари иқтисодиёт заминаи мусоид гузошта нуфузу мавқеи давлатро дар арсаи байналмилалӣ устувор менамояд. бо мақсади беҳдошти ҳолати мелиоративии заминҳои киштшаванда ва таъмини кишоварзон бо оби полезӣ дар мавсими нави киштукор дар вилояти Хатлон нақша аст ки 428 километр заҳбуру заҳкашҳо ва 611 километр шабакаҳои обёрӣ тоза карда шуда, инчунин 364 пойгоҳи обкашӣ аз таъмир бароварда шавад. гузориш дар ин хусус. таъмини оби полезӣ ва тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо аз омилҳои муҳими беҳдошти ҳолати мелиоративии заминҳои киштшаванда ба ҳисоб рафта заминагузори асосии фаровонҳосилӣ ва рушди соҳаи кишоварзии мамлакат дониста мешавад. бо ин мақсад солҳои охир бо таваҷҷӯҳи бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва харидории техникаву дастгоҳҳои нави соҳа дар самти таъмини майдонҳои киштшаванда бо оби полезӣ ва дубора истифода намудани майдонҳои аз гардиш дурмонда натиҷаҳо назаррас гардида истоданд. баҳри иҷрои нақша чорабиниҳои ҳукумати мамлакат дар самти кишоварзӣ масъулину мутахассисони раёсати беҳдошти замин ва обёрии вилояти Хатлон дар якҷоягӣ бо идораҳои зертобеи худ дар шаҳру ноҳияҳо барои омода намудани шабакаҳои обтаъминкунӣ дар мавсими нави обёрӣ тибқи нақша чорабиниҳои тирамоҳу зимистона то ба имрӯз як қатор корҳои лозимаро ба анҷом расонида корро дар ин ҷода идома медиҳанд. дар вилояти Хатлон зиёда аз 323 000 гектар замини корами обӣ мавҷуд аст ки 87 000 гектараш тавассути пойгоҳҳо бо об таъмин гардида аз он ҳосили фаровони маҳсулоти гуногун ба даст оварда мешавад. طبق اطلاع مسئولین ریاست دولتی بهداشت زمین و آبیاری ولایت ختلان در سمت آماده سازی ساحه به موسم نو کشت و کار در ولایت تازه کردن 428 کیلومتر زهبور و زهکش ها، 611 کیلومتر شبکه های آبیاری و از تعمیر برآوردن 364 پایگاه آبکشی در نظر داشته شده است که برای انجام آن شرایط لازمه فراهم آورده شده. کارها با مرام ادامه دارد. در ناحیه کوشانیان امروزها متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در برابر انجام کارهای تیرما و زمستانه همزمان ساکنان و خواجگیداران را با آب پالزی تامین کرده ایستادند. طبق اطلاع بهر سر وقت انجام دادن کارهای مربوط به بهتر کردن حالت ملیوراتیوی زمینهای کارم توسط تازه کردن زهبور و زهکشها همه روزه تکنیک و متخصصان ساحه سفربر می‌گردند. برای تازه کردن زهبور و زهکشهای سالهای 2024-25 47 کیلومتر زهبور به نقشه گرفته شده است که تا به امروز زیاده از 38-40 کیلومتر به پراگی در حدود جماعت‌های ثروت استقلال، بختریان، جماعت شهرک بستانخلا، نوبهار، زرگر زیاده از 10 تکنیک‌های زمینکن موجود کار می‌باشد. عین حال در جماعت دیهات زرگر پیکت 1725 با دروازه 125 متر در طرف بیتونپوش کرده می‌شود که این با پراگی جماعت دیهات زرگر و ناحیه جلالدین بلخی یک قسمش با آب پالزی تامین می‌شود. در ناحیه جلالدین بلخی نیز امروزها متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری با جلب تکنیک‌های لازمه زهبور و زهکش‌ها را تازه و پایگاه‌های آبکشی را تعمیر نموده برای آغاز موسم نو کشت و کار آمادگی می‌گیرند.
طبق اطلاع در ناحیه زیاده از 7400 گکتار زمین کارم توسط 13 پایگاه آبکش با آب پالزی تامین کرده شده. از آن حاصل دلخواه محصولات گوناگون به دست آورده می شود. متخصصان ساحه ابراز می نمایند که جهت تامین نمودن خواجگیداران با آب پالزی در موسم نو کشت و کار امروزها تدبیرهای لازمه انجام داده می شود. در این برابر متخصصان توسط جوی و کانال‌های خودجاری کشاورزان و خواجگیداران را برای انجام آبمانی ذخیروی و شورشوی‌کنی زمین‌ها با آب پالزی تامین کرده ایستادند. با گفته مسئولان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان سال از سال بهر پیشرفت کاری این ساحه مهم خواجگی خلق مملکت تکنیک و مکانیزم های پراقتدار و معاصر خریداری کرده شده. با این وسیله در برابر بهداشت حالت ملیوراتیوی میدان های موجوده مورد کشت اینچنین هزارها گکتار زمین آبیاری و مورد استفاده و بهره برداری قرار داده می شود. امروزها مسئولین و متخصصان ریاست بهداشت زمین و آبیاری ولایت ختلان و اداره های زیرتابع آن در شهر و ناحیه ها برای انجام کارهای موسمی به مانند تازه کردن زهبور و زهکش ها، تعمیر پایگاه های آبکشی و دیگر انشاءات آبرسانی تدبیرهای لازمه را انجام می دهند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ولایت ختلان، اخبار. با توجه و دستگیری‌های پیوسته سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امالی رحمان در قسم‌های نظامی مملکت برای بود و باش سربازان و افسران شرایط خوب مهیا شده است. همین است که همساله جوانان سین دعوتی با احساس گرمی و تندرستی به صف قوه‌های مسلح کشور شامل می‌شوند. جامی مولانوف ساکن ناحیه کوشانیان با درک بلند مهمیت خدمت به وطن بعد ختم دانشگاه این قرض فرزند خویش را ادا نموده افتخار از آن دارد که از مکتب جوانمردی و شجاعت گذشته است. گزارش سمندر شایف و اسکندر سعید. جامی مولانوف بعد ختم دانشگاه دولتی دنغره خدمت حربی را دوام 1 سال در قسم حربی 0121 کمانداتورای قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان ادا نمود. طور او ابراز داشت شامل شدن به این مکتب مردانگی هر یک جوان را هوشیار و زیرک و چالاک و جسور می‌گرداند. دوام 1 سال ادای خدمت درس‌های تربیوی و حیاتی را آموخته رسیدن به قدر والدین و پیوندان و مفهوم حفظ مرز و بوم وطن را بیشتر درک کرد. در دوام 1 سال خدمت خود جسماً و روحاً آب و تاب گرفته در این برابر از منطقه های تاجیکستان دوستان و برادران خیلی زیاد پیدا نمودم و به هر جوانمردی که به سن دعوت میرسند پیشنهاد مینمایم که رفته قرض خود را ادا نمایند و به سر بلند به نزد پدر مادر برگردند. شرایطی که در قسم‌های حربی هست هر یک جوانمرد با دل پر میتوانند که رفته خدمت را ادا نمایند به نزد والدین با سر بلند برگردند. خدمت حربی برای هر یک جوانمرد تاجیک این مکتب مردانگی بوده باید از این مکتب حربی گذرند زیرا که مهر و محبت وطن دوستی مهر و محبت نسبت به پدر و مادر زیاد میگردد. اینچنین برای حفظ هر یک پارچه خاک وطن صداقت کس را زیاد می نماید. او امروز به خوبی درک نموده است که آسایشتگی وطن آرامی هر یک خاندان به حساب رفته رشد و پیشرفت کشور نیز از آن سرچشمه می گیرد. شرایط معاصر در همه سمت‌ها به خصوص در قسم‌های حربی مملکت مهیا گردانیده شده است که برای بود و باش سربازان و افسران مساعدت می نماید. با نظر داشت این همساله میل و خواهش جوانان برای پیوستن به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان می افزاید. ما این روز افتخار از آن داریم که فرزند من بعد ختم دانشگاه به صف قوه‌های مسلح شامل شده خدمت وطن مادر را به سر بلند تمام کرده به خانه برگشت. در دوام خدمت من چندین بار رفته از حال احوال پسرم خبر گرفتم. دیدم که بسیار شرایط خوب، جای خوابشان گرم، لباسای نقض در تنشان. به پیشوای ملت ما مینداری خود را بیان میکنیم که چنین شرایط ها را برای سربازان مهیا نموده است. در ناحیه کوشانیان کم نیستند جوانانی که مثل جامی مولانوف این رسالت فرزندی خویش را در نزد مادر وطن ادا نکرده باشند. صف چنین جوانان از ناحیه در قسم‌های حربی مملکت امروز به 400 نفر رسیده است که از احساس بلند خودشناسی جوانان شهادت می‌دهد. باعث افتخار است که امروزها درک وطن دوستی جوانان ما بالا رفته برای حفظ مرز و بوم وطن خویش
آماده هستند. این است که همه ساله در ناحیه در روز اول دعوت نقشه دعوت اجرا می گردد. باید گفت که مولانوف جامی امروز قرض فرزندی خیش را در نزد مادر وطن ادا کرده امروز در حلقه والدان است. هوسمندی و دلگرمی جوانان از مهیا گردیدن شرایط خوبی بود و باش در قسم‌های حربی که از توجه همیشگی پیشوای معظم ملت بشارت می‌دهد افزون گردیده در این برابر برای شجاعت و صادقانه انجام دادن این رسالت مردانگی از جانب مقامات محلی نیز پیوسته دستگیری می‌یابند. طوری از واخوری و ملاقات‌ها میان اهالی احساس می‌گردد والدین جوانان نیز برای سفربر نمودن فرزندانشان به خدمت حربی آماده‌اند. عین حال نزدیک 400 نفر جوانان ناحیه در قسم‌های حربی خدمت وطن مادر نموده ایستاده‌اند که این از حس بلند وطن دوستی آنها درک می‌دهد. خدمت مکتب مردانگی و دلیری است. صلح و ثبات و آرامی و آسایشتگی کشور از صداقت و وطن دوستی جوانان وابستگی زیاد داشته هر فرد جامعه را وادار می‌سازد که برای حفظ و نگهداشت این سرزمین اجدادی حصه گذار باشند. سمندرشاه ویسکندر سعید، ناحیه کوشانیان، اخبار. بیننده های گرامی، چنین بودن خبرهای برای این ساعت آماده شده. با تلویزیون تاجیکستان بمانید.